برای درست کردن یک کیک پرتقال خوشرنگ و خوشمزه به احتیاج داریم به تخم مرغ، وانیل و شکر. اینها رو حتما با دور تند همزن اونقدر میزنیم تا حجیم سبک و کرمی رنگ بشه. در حین کار حتما دور کاسه رو هم دورگیری کنیم که بعد از اینکه کیک آماده شد بوی تخم مرغ نده. بهش حتما یه مقدار زعفرون هم اضافه کنیم که باعث خوشرنگ‌تر شدن کیک بشه. رنده یه پوست پرتقال به همراه آب پرتقال رو هم به مواد اضافه میکنیم. اینجا وقتی مایات رو اضافه میکنیم حتما با دور کند باید کار بکنیم و در حدی هم بزنیم که مواد با هم مخلوط بشن. روغن رو هم اضافه و کمی با هم دیگه ترکیب میکنیم. آب، بیکینگ پودر و نمک رو توی 3 مرحله آروم آروم به کیک اضافه میکنیم و فولد میکنیم. مواد رو توی یک جهت با لیسک هم بزنیم.